بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهدی الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. الله رو شاکریم به خاطر همه نعمت‌هایش و از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما قرار گرفت تا به همراه شما گرامیان در درسی دیگر از شرح معانی آیات سوره مبارکه البقره در خدمت شما گرامیان باشیم با آیات دیگر از این سوره. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 151 رو پیش آمدیم و آیاتی که مرتبط به تغییر قبله بود از مسجد الاقصی به مسجد الحرام رو به همراه شما گرامیان به تلاوت گرفتیم و در باره ترجمه معانی آیات آن صحبت کردیم. در این برنامه به همراه شما سروران از آیه 152 به بعد رو به تلاوت خواهیم گرفت. الله متعال در آیه 152 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. در آخرین آیه درس گذشته الله متعال صحبت از رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود همون گونه‌ای که قبله شما رو تغییر دادم به مسجد الحرام که افضل تر است از مسجد الاقصی، برای ما از نعمت رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم ذکر فرمود که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، قبل از اینکه قبله جدیدی به شما داده شود پیامبر جدیدی به سمت شما آمد، کتاب جدیدی آمد. آن پیامبری که نتیجه دعای ابراهیم علیه السلام بود که بانی همین قبله است که الان رو به آن کردید و بازگشتید به سمت قبله ابراهیم علیه السلام. پیامبر شما هم نتیجه دعای ابراهیم علیه السلام هست که همون دعایی رو که در آیه 129 ابراهیم علیه السلام نمود در همین سوره آیه 151 نتیجه آن دعاست. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، قرآن را بر شما میخواند و یزکیکم، شما را تزکیه میکند، در عمل هم شما با آنچه در قرآن است عمل میکنید، و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، به شما کتاب و حکمت میدهد و شما را تعلیم میدهد آنچه که شما نمیدانستید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم همه این وظایف را انجام داد، هم قرآن را خواند، هم آنها را تزکیه کرد. صحابه رسول علیه السلام همه صحابهشان از مهاجرین و از انصاریان تزکیه شدن و از متقیان امت بودن، برخلاف آنچه که دشمنان صحابه ادعا میکنند که بعد از وفات رسول علیه السلام هم مرتد شدن به جز چند نفر. این آیه دلالت بر این دارد و آیات دیگر شبیه این مانند آیه 129 در همین سوره و آیه 164 در سوره مبارکه این آل عمران که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تربیت یاران خود و در تربیت شاگردان خود هیچ کوتاهی نکرده است، بلکه آنها را تزکیه نموده است، تعلیم داده است، به آنها حکمت آموخته است و یاد داده است به آنها. و کسانی که میگویند صحابه رسول علیه السلام بعد از ایشان مرتد شدن به جز 4-5 نفر، طعن در این آیه می آورند و طعن در موفقیت محمد مصطفی علیه السلام با ایشان متهم میکنند به کوتاهی در رسالتی که داشته است. الله متعال در ادامه میفرماید که فذکرونی اذکرکم، پس به خاطر این نعمت‌هایی که من الله با عظمت به شما دادم، نعمت پیامبر جدید، نعمت کتاب جدید، نعمت قبله جدید و مسیری که مسیر توحید است و بازگشت به مسیر انبیای الهی، بازگشت به مسیر توحید ابراهیم علیه السلام، این که الله متعال شما رو این همه نعمت داده است، فذکرونی، پس من رو یاد کنید. فذکرونی اذکرکم، من رو یاد کنید، من الله با عظمت رو یاد کنید. ذکر یعنی یاد. ذکر ما در فارسی استفاده میکنیم به معنای عبادت، سبحان الله، الحمدلله، ولا اله الا الله والله اکبر و اذکار مختلفی که است. اما در خود لغت به معنای یاد کردن است. فذکرونی، من رو یاد کنید، من الله با عظمت رو یاد کنید تا اذکرکم، شما رو
یاد بکنم. فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. در روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که الله متعال می‌فرماید که من در نزد گمان بنده خود هستم. یعنی اینکه اگر انسان گمان نیک داشته باشه و پروردگار، الله متعال با او همان گونه رفتار می‌کند و اگر گمان بد داشته باشه الله متعال همان گونه با او رفتار می‌کند. و فرمود که من وقتی بنده من رو یاد بکنه من با او هستم. اگر در نفس خود پیش خود تنهایی یاد کند منم او رو پیش خود تنها یاد میکنم. اگر در جمعی یاد کند من او را در جمعی بهتر از آن جمعی که مرا یاد کرده است او را یاد میکنم. و این حدیث بسیار عظیمی است و این آیه هم دقیقاً همون محتوا است. فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما رو یاد کنم. الله متعال در جای دیگری در سوره مبارکه حشر آیه 19 می‌فرماید که ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. به مانند کسانی نباشید که الله متعال رو فراموش کردند و الله متعال هم آنها رو رها کرد با حال خودشون. الله متعال هم آنها رو ترک کرد. به مانند کسانی نباشید که الله متعال رو فراموش کردند. دو حالت بیشتر ندارد. انسان بین این دو آیه است. هر انسانی در روی زمین در رابطه با الله متعال بین این دو آیه قرار دارد. یا این آیه در سوره مبارکه البقره آیه 152 فذکرونی اذکرکم، یا در آیه 19 سوره مبارکه 8 ولا تکونوا کالذین نسوا الله فنسیهم. انسان خودش انتخاب میکنه که کدوم یکی از اینها رو داشته باشه. یا فذکرونی اذکرکم، من رو یاد کنید تا شما رو یاد بکنم، یا اینکه نسوا الله فنسیهم، الله رو فراموش کردن، الله متعال اونها رو بار خودشون رها کرد و ترک کرد. فذکرونی اذکرکم، کسی که الله متعال رو یاد میکنه، یاد الله متعال. اولا که اینجا مراد از ذکر تمام عبادت هاست، فقط ذکر زبانی نیست، فقط سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله والله اکبر، این نیست. مراد تمام عبادت هاست. چرا؟ در قرآن کریم ما موارد دیگری داریم. مثلا الله متعال میفرماید و اقیم الصلاة لذکری، شما نماز رو برپا بدار برای یاد من. نماز، باز الله متعال میفرماید ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. ولذکر الله اکبر، ذکر الله متعال در نماز بالاتر از مفاهیم دیگر در نماز است. یا ذکر الله متعال برای بنده وقتی نماز میخواند بالاتر از ذکر اوست نسبت به الله متعال. یاد الله متعال، فذکرونی اذکرکم، ذکر تمام عبادت ها رو در بر میگیره. به معنی یاد است، تحت نفسش میشه یاد. من رو یاد کنید تا شما رو یاد بکنم. یعنی چی؟ یعنی هر عبادتی که انسان انجام میده و به یاد الله متعال میافتد، الله متعال به یاد انسان هست. انسان وقتی که میخواد که الله به یاد او باشد، الله او رو نصرت بکنه، الله او رو یاری بکنه، الله مشکلات رو حل بکنه، باید به یاد الله متعال باشد، باید به سمت الله متعال پیش برود. الله متعال بندگانی رو دوست دارد که او رو دوست دارند. الله متعال پاسخ بندگانی رو میدهد که به یاد او هستند. الله متعال به هیچ کسی نیاز ندارد. یکی از صفات الله متعال و اسما و نام‌های الله متعال الصمد است. یکی از نام‌ها الغنی است، یعنی بی‌نیاز. الصمد یعنی ذاتی که در هیچ چیزی به هیچ کسی نیازمند نیست و همه چیز در هر چیزی به اون نیازمندند. این میشوند الصمد. همچین ذاتی هیچ نیازی نداره به کسی که به او توجهی نداره. نسوا الله فنسیهم، کسانی که الله متعال رو فراموش میکنن، الله متعال اونها رو به حال خودشون ول میکنه. نه نصرت، نه یاری، نه دعای اونها استجابت میشود، نه برکتی در زندگی آنها میاد، نه لطفی است، نه رحمتی است، نه در دنیا، نه در قبر، نه در آخرت. در سوره مبارکه طه آیه 124 الله متعال میفرماید و من اعرض عن ذکری، هر کسی که از یاد من، از ذکر من روی گردان شود، حاضر نشه من یاد بکنه، دعا بکنه، ذکر بخونه، نماز بخونه، عبادت بکنه، تلاوت بکنه. تلاوت قرآن خودش بزرگترین ذکر است، بزرگترین یاد است. هر کسی که حاضر نیست الله متعال رو یاد بکنه، الله متعال رو عبادت بکنه، ذکر بکنه، و من اعرض عن ذکری، هر کسی که از یاد من الله با عظمت، ذکر الله من با الله با عظمت دوری کرد، روی گردان شد، هر کسی که من رو فراموش کرد،
فإن له معیشة ضنکا، زندگی تنگی خواهد داشت، زندگی تنگ میشه براش. و نحشره یوم القیامت اعمی، در همین دنیا هم زندگی برای او تنگ میشه، در قبر هم زندگی برای او تنگ میشه، در صحرای محشر هم الله متعال میفرماید نحشره یوم القیامت اعمی، روز قیامت کور حشر میشود وقتی از قبر میآید بیرون. میگوید ای بعد قال رب لما حشرتنی اعمی، بار الها چرا من کور حشر شدم، وقد کنت بصیرا، در دنیا برای خودم من چشم داشتم، در دنیا چرا الان آمدم کور هستم، بدون حجت هستم، در حالی که اهل حجت بودم، برای خودم دلایل خودم رو داشتم، الان نابینا هستم، کور، اصلا نمیبینم. وقد کنت بصیرا. الله متعال در آیه بعد میفرماید قال كذلك اتتك آیاتنا، الله از من میفهم نشانه های من، آیات من به تو گفته شد، به تو رسید، فنسیتها، تو آن را فراموش کردی، تو حاضر نشدی آیات قرآن رو ببینی، حاضر نشدی نشانه هایی که دلالت بر وجود من دارد دور بر تو آنها رو ببینی. و کذلک الیوم تنسی، تو فراموش کردی مرا آن دنیا، من هم امروز تو رو ترک میکنم، رها میکنم در دوزخ و هیچ توجهی به تو نخواهد شد. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، هر کسی که از یاد الله متعال روی گردان میشود زندگی او تنگ میشه، زندگی برای او دلگیر میشه، زندگی برای او سخت میشه. انسان در دنیا، در طبیعت دنیا، مشکلات دنیا، سختی های دنیا، در شرایط قرار میگیره که زندگی چنان عرصه زندگی بر انسان تنگ میشه که انسان کم میاره، انسان فشار بهش میاد. طبیعت دنیاست، مشکلات دنیاست. مسیر زندگی ما یک مسیر صاف و همواری نیست، بلکه یک مسیر پرپیچ و خم است که ناهمواری های فراوان دارد. و همین خاطر سختی ها بر انسان فشار می آورد، مشکلات زندگی، آزمایش ها، ابتلاعات در زندگی به انسان فشار می آورد. و اگر انسان با الله متعال، با خالق خود، با رازق خود، با مالک خود، با کسی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده و مالک و اختیاردار آسمان ها و زمین است ارتباط نداشته باشه، در این دنیا احساس وحشت میکنه، در این دنیا میترسه، در این دنیا تنها میمانه، در این دنیا هیچ امیدی ندارد، ملجئی نداره، مأوایی نداره. لا ملجأ من الله الا الیه، هیچ پناهگاهی در برابر الله متعال جز خود ذات الله متعال نیست، هیچ نیست. الله متعال کاملا این موضوع رو به ما میفهماند. در مصیبت ها، در غم ها، در دردها، جاهایی از انسان به بنبست میرسه، به جایی میرسه که دیگه میدونی هیچ راهی وجود نداره جز اینکه مثل الله متعال بیایی. یک جاهایی است به در بسته میخوری، پشت در بیمارستانی وقتی که عزیز داخل اتاق عمل هست و اونجا به تو میگن هیچ امیدی به درمانش نیست مگر اینکه معجزه‌ای بشه، اونجا دیگه میفهمی که هیچ کسی به درد تو نمیخوره. جاهایی هست که احساس میکنی الان هواپیما داره سقوط میکنه، جایی از زلزله میاد با تمام وجود احساس میکنی که الان شاید آخرین لحظات عمرت باشه. خیلی اتفاقات در زندگی میفته، با تمام وجود احساس میکنی که تو دیگه هیچی نیستی، تویی که برای خودت خیلی آدم بزرگ حساب میکردی، به پولت مینازیدی، به علمت مینازیدی، به مدرکت مینازیدی، به خیلی از چیزهایی که در دنیا داشتی مینازیدی، الان احساس میکنی با تمام وجود همه اینا هیچ کدوم به درد تو نمیخورن. نیاز داری به یک قدرتی فراتر از اینها، نیاز داری به یک ذاتی فراتر از اینها، به او وصل بشی، به او خودت رو بسپاری. در امواج دریا وقتی کشتی تو در حال غرق شدن هست، نیاز داری به یک ذاتی که این موجها رو آرام بکنه، کشتی رو نگه بداره و تو رو از غرق شدن در این مشکلات و در این سختی ها در دریا و در زندگی و موجه های متلاطم زندگی تو رو نجات بده. اونجاست که الله متعال میفهمد الا بذکر الله تطمئن القلوب. موقعی که دل تو در موجه های پریشانی که دل تو رو داره به این طرف و اون طرف میبره، اونجا تنها الا بذکر الله تطمئن القلوب، یاد الله متعال است که تو رو آرام میکنه. اون موقع اگر رفتی جانماز خودت رو انداختی و سر به سجده گذاشتی و در سجده خودت با الله متعال خلوت کردی، با الله متعال نجوا کردی، خودت رو سپردی به الله متعال و از قدرت خودت و از ثروت خودت و از شهرت خودت و از مکانت خودت، همه اینها خودت رو فارغ بال کردی، گفتی یا الله لا حول ولا قوة الا بالله، هیچ قدرتی جز قدرت تو نیست، فقط تو هستی، فقط تویی که میتونی کمک بکنی، من خودم رو به تو میسپارم، تو خودت به من کمک بکن، خود مشکلات من رو حل بکن، خودت به فریاد من برس. اون موقع وقتی خودت رو میسپاری با تمام وجود احساس میکنی که خودت رو به یک ذاتی سپردی که احساس امنیت میکنی. یک طفل شیرخواری، خصوصا کودکان وقتی که طفلای شیرخواری هستن، وقتی که احساس خطر میکنن و احساس درد میکنن، وقتی دور و بری‌ها اونا رو آزار میدن، حتی وقتی که سن‌های بزرگتر، کودک در سن‌های بالاتر وقتی میره به دنبال جایی میگرده که یک آغوشی میگرده
که بره اونجا خودش رو آرام بکنه. و این آغوش هیچ جایی بهتر از آغوش مادر نیست برای یک طفلی که مورد آزار قرار گرفته، ترسیده، ناراحت، احساس خطر میکنه و میاد وقتی که به آغوش مادر میاد با همون ناراحتی و همون گریه و اضطراب و پریشانی، وقتی خودش رو میرسونه به آغوش مادر، در اون مسیر داره میاد گریه میکنه، پریشانه، فرار میکنه. همین که در آغوش مادر میاد اول مقدار گریه میکنه، بعد آرام میشه، آرام میگیره و آرام میگیره و آرام میگیره و بعد احساس میکنه که اینجا آرامش هست. حکایت الله متعال خیلی بالاتر از این است. اون قلب مهربان مادر ذره‌ای از اون لطف و احسان الله متعال است و اگر آغوش مادر طفلی رو آرام میکنه، یقینا به سوی الله متعال رفتن انسان رو بسیار آرام میکنه. عزیزانی که زیارت بیت الله الحرام رو تجربه کردند، در زیر در خانه کعبه مکانی است به نام ملتزم. اون رو ملتزم مینامند. ملتزم از التزام آمده، یعنی اونجا رو محکم گرفتن و یک سنگی در زیر دیوار هست روی زمین. شما روی اون می ایستی و در ارتفاع داره حدوداً 2 متر بیشتر شاید مقداری و وقتی شما روی سنگ می ایستی دستت رو بگیری به پاشنه در میافته. در خانه الله، در خانه خداست اونجا در خانه الله هست، خانه‌ای که به اون نسبت داده شده و شرف و عظمت دارد. وقتی انسان سنت هست که رسول الله علیه السلام وقتی اونجا میرفت و سینه مبارکش رو میچسبان بین در و بین حجر الاسود که سمت چپ شما قرار میگیره، در سر زاویه سر نبش خانه، اونجا میرفت و دست سینه مبارک و صورتش رو میچسبان به دیوار و اونجا دعا میکرد. اونجا وقتی که حاجی‌ها در صف میستن و زائران بیت الله الحرام نوبت میستن تا نوبتشون برسه، وقتی شما اونجا میری و میستی اونجا دم در و منتظری تا نوبتت برسه و بری در آغوش کعبه و اونجا صحبت بکنی، در دل بکنی بعد متعال. اولش انسان یک احساس عجیبی داره وقتی که میچسبه به اون دیوار. اونجا احساس میکنی که در آغوش کعبه وقتی قرار میگیره انسان دم در خانه خدا و انسان میره و اونجا میچسبه. حکایت همون طفل فرار کرده از مشکلات. وقتی خودش رو میرسونه به اونجا، انسان ابتدا پریشانه، نگران، قلبش مضطربه، خیلی حرفا برای گفتن داره، خیلی درد دلها داره از مشکلات و سختی های دنیا. وقتی در آغوش کعبه قرار میگیره انسان و دم در خانه الله و میگه یا الله من به در خانه تو آمدم و اونجا صحبت میکنه، اشک میریزه، خالی میشه. یک مدتی میگذره انسان وقتی که اول اشک میریزه، نمیدونه چی باید بگه. مثل دقیقاً همون حکایت طفل هست. وقتی که خوب گریه میکنه، یک شکم سیر گریه میکنه و یک چشم سیر گریه میکنه و اشک میریزه، یک مدتی میگذره و آروم میشه و یک آرامش عجیبی وجود طرف رو در بر میگیره. حرف میزنه، دعا میکنه، نجوا میکنه. دم در خانه الله هست. اونجا جایی نیست که انسان رد بشه. الله متعال در دنیا بندگانی داره، اگه دم در خونش برید، دم در خونه او رو بزنی، تو رو رد نمیکنن. الله متعال هیچ وقت از بندگان خود کمتر نیست که کسی دم در خانه او بره و اونو دست خالی رد کنه. این تنها برای کعبه هم نیست. اونجا آرام میشه انسان. بعضی مدتی چنان آرام میشه و این آسایش رو، این احساس رو به والله اگر شما در هیچ نقطه‌ای از کره زمین احساس بکنید، هیچ جا پیداش نمی‌کنید. اینو فقط اونجا احساس می‌کنید. این رو، اون آرامش رو، اون اطمینان رو، اون احساس رو به یقین من میدانم که هیچ انسانی در هیچ مکان تفریحی، در هیچ مکان خوشگذرانی تجربه نکرده است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. اونجاست که قلب انسان احساس میکنه سیر شده، احساس میکنه که هیچ غمی در دنیا نداره، احساس میکنه که اصلا مشکلی وجود نداره، مشکلی وجود نداشت. و این حس رو در هر مسجدی در روی زمین میشه پیدا کرد. در هر مسجدی وقتی انسان وارد مسجد میشه، میره در اونجا و به سجده میاندازه خود رو. در سجده اگر انسان بفهمه نماز رو، اگر درک بکنه این عظمت ذاتی رو که در برابر او هست، اون بچه قدر مادر رو میدونه. خوب میفهمه مادر یعنی چی. خوب میدونه که غیر از مادر کسی به درد او نخواهد خورد، غیر از پدر. حتی عجیب اینه که
بین پدر و مادر هم وقتی که بچه انتخاب میکنه، مادر انتخاب میکنه در این شرایط، چون میدونه مهربانتر از مادر برای او وجود نداره اینجا. اگر انسان فهمید، اگر این درک کنه انسان ایجاد شد در وجود تو، در وجود من، که غیر از الله متعال هیچ کسی مهربانتر از الله متعال به من و تو نیست. به والله همون مادر نازنینی که مهربانترین مهربانان است از بین انسانها به من و تو، اونایی که هستن در خانواده من و تو. الله بسیار مهربانتر از مادر است. الله بسیار از مهربانتر از خود تو به توست. وقتی این احساس رو با تمام وجود انسان درک بکنه و بعد بره به پیش الله متعال و بعد احساس عجز و خاکساری بکنه، اونجا با تواضع و فروتنی وقتی که سرش رو به سجده میگذاره انسان و دعا میکنه و اونجا گریه بکنه و اشک بریزه، خودش رو بسپاره به الله متعال. امکان نداره آروم نشی، امکان نداره که تو در پیش پروردگارت با این احساس بیای، با اون احساس عظمت، با اون احساس محبت، با اون احساس درک و شعور و احساس ناتوانی و عجز و پریشانی و نگرانی و نیاز و سر به سجده بگذاری و اشک بریزی و دعا بکنی و الله متعال تو رو نبینه. الله متعال میبینه. فذکرونی اذکرکم. من یاد کنم، من تو رو یاد میکنم. تو بیاد من باش، من بیاد تو هستم. کافی است اگر بخوایم الله متعال بیاد ما باشه، فقط کافی است ما بیاد او باشیم. من و تو در سجده دعا میکنیم و با خاک نجوا میکنیم. الله متعال از بالای عرش خود صدای من تو رو میشنوه و الله متعال از حال من تو با خبر است. فذکرونی اذکرکم. من یاد کنید تا منم شما رو یاد کنم. الله متعال نیاز به هیچ کسی نداره. الله متعال درسته که رحمان است، رحیم است، جبار هم است، متکبر هم است. الله متعال منتقم هم هست. الله متعال کسانی رو که با او خوبن خوب باشون، کسانی که به الله متعال بی توجه میکنن الله متعال هم بی توجه میکنن. این قانون دنیا است. این قانون محبته. این قانون احساس. شما در دنیا اگر کسی باشه که ادعا میکنه من عاشق فلانی هستم، بعد یادش نباشه، نه خبری ازش بگیره، نه بهش سر بزنه، نه تماسی باش داشته باشه، نه تلفناشو جواب بده، نه پیاماشو جواب بده، مگه میشه؟ نمیشه دیگه. من شما رو ادعا میکنم که دوست دارم، عاشق شما، نه تماس شما رو جواب میدم، نه تلفن شما رو جواب میدم، نه حاضرم با شما ملاقاتی بکنم، نه شما رو میپرسم، از حال شما خبر میگیرم. این ادعا که با ادعا که نمیشه. فقط این یک ادعاست. هر دوستی، هر محبتی نیاز به اثبات دارد. قل ان کنتم تحبون الله. در آیه 31 سوره مبارکه آل عمران الله متعال میفهمد شمایی که میگید من الله رو دوست دارید، خب این یک ادعاست. ادعا رو باید ثابت کرد در میدان عمل. قل ای پیامبر من، ای محمد نازنین من، به هر کسی که میگوید من الله رو دوست دارد به او بگو قل ان کنتم تحبون الله. اگر شما الله متعال رو دوست دارید فاتبعونی. یک شرط داره الله متعال برای اثبات این که شما واقعا الله رو دوست دارید، یک چیز رو باید ثابت کنید. فاتبعونی، از من محمد مصطفی علیه السلام باید اتباع بکنید، باید اطاعت کنید. یحببکم الله. اگر تو از محمد مصطفی علیه السلام و دستوراتش اطاعت کردی، اون موقع الله متعال تو رو دوست داره. الله متعال ابراهیم علیه السلام میفرماید و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم رو دوست خاص خود قرار داده. چرا؟ چون اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وقتی پروردگار به گفت تسلیم شو، ابراهیم جان تسلیم شو، در برابر دستورات من مطیع باش، فرمان بردار باش، هر چی بهت امر میکنم بگو چشم، هر چی گفتم نکن بگو چشم. فرمود تسلیم شدم به ذاتی که تمام پروردگار تمام آسمان ها و زمین است. وقتی که انسان در این میدان میاد، میدان بندگی، میدان عبودیت، میدان ارتباط با الله متعال، میدان عجیبی است. انسان وقتی با تسلیم شدن میاد، وقتی با اون شناخت کامل میاد، وقتی که خودش رو میسپاره به الله متعال، یک شیفتگی ایجاد میشه در این میدان، یک علاقه ایجاد میشه، یک احساسی ایجاد میشه، یک وابستگی ایجاد میشه، یک چیزی رو شما در وجودت، یک نیروی ایجاد میشه، یک آرامش ایجاد میشه که والله این رو حاضر نیستی با هیچ چیزی عوض بکنی. این رو باید چشید، این رو باید درک کرد، این رو باید از عبادت باید لذت برد. این لذت وقتی ایجاد میشه که شما خودت رو بسپاری به الله متعال، خودت رو قربان بکنی، خودت رو فدا بکنی. اگر یوسف علیه السلام پشت 7 در بسته و زلیخایی که اونجا خودش قاتل خواه است گفت که و غلقت الابواب و قالت هیت لک،
در روایت حیت لک، من خودم رو برای تو آماده کردم. قال معاذ الله، گفت پناه میبرم بر الله متعال، انه ربی احسن مثوای، او پروردگار من است، منو میبینه. الله متعال داره میبینه منو، شوهر تو نبینه، بقیه نبینن، درها بسته است، الله متعال که منو میبینه. اگر یوسف علیه السلام در آن لحظه در برابر اون خواسته زلیخا تسلیم میشد، آیا نامی از یوسف علیه السلام در قرآن می آمد؟ آیا سوره‌ای به نام او میشد؟ آیا یوسف علیه السلام یوسف میشد اصلا که باز در قرآن ذکری از او بیاید؟ کلا و حاشا. تسلیم شد. وقتی که تسلیم میکنه انسان خود رو، باید یک چیزی رو فدا بکنی. اگر بخوای به الله متعال برسی، باید فدا بکنی. همین دنیا اگر تو بخوای به یک دختری برسی، اگر خانمی هست میخوای به یک پسری برسی، دو نفری که عاشق و معشوق هم، وقتی بخوای به یک انسانی دست پیدا بکنی، یک چیزی رو باید فدا بکنی. چه عاشق و معشوقایی که اصلا خانواده رو ول کردن، فرار کردن رفتن، شهر و دیار رو ول کردن رفتن، خانه و زندگی رو ول کردن رفتن، به خاطر اینکه به الله متعال انسان برسه، باید یک چیزایی رو فدا بکنی. فذکرونی اذکرکم، بعد اطاعت بکنی، بعد خواستهای خودت رو بر اساس خواستهای او مرتب بکنی. و این قانون دوستی است. وقتی که طرف عاشق و معشوق من بره جای غذا بخوره، تو چی غذا بخورم عزیزم، تو چی میخوای، هر چی اون خواست من همون میخورم، هر چی اون چی خوشش میاد من همون رو میپوشم. میگه لباسو نپوش، میگه چشم نمیپوشم، این خوشم نمیاد اینو نپوش، این رنگو نپوش، اینو نپوش، این کار نکن، این کارو بکن، کجا بریم کجا نریم. این قانون دوستی است. این قانون محبته، این قانون عشق است. فذکرونی اذکرکم، من یاد کنید، یاد من باشید، به من توجه کنید. دستورات من علی و عظمت باید مهم باشه، باید برات مهم باشه دستورات ذاتی که او رو میپرستی. رابطه به عبد و بنده، این رابطه است، چنان رابطه محبت ایجاد میشه. فذکرونی اذکرکم، من یاد بکنید. فذکرونی اذکرکم، من رو یاد بکنید. تمام عبادت ها، تمام ذکرها، و چه ذکرهای مختلفی که نداریم، و یکی از ساده ترین انواع عبادت ذکر است. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر. ذکری که از قلب میخیزد، بر زبان میآید، جاری میشه. و این ذکرهایی است که هر ذکری چقدر اجر و پاداش داره، اون به جای خود محفوظ است. ما اذکاری داریم، بعد از اذکار صبح داریم، اذکار شب داریم، ذکرهای بعد از نمازها داریم، ذکر وارد شدن به خانه، خارج از خانه، لباس، چه ذکرهای مختلفی که در روایت از رسول علیه السلام ثابت است. همه اینها نشان از چی داره؟ همه اینها نشان از یک رابطه احساسی و عاطفی با الله متعال داره که لحظه به لحظه زندگی رسول علیه السلام با اللهش خودش، با پروردگار خودش ارتباط داشته. همیشه در لحظه زندگی او حضور داشته. الله متعال غذا می‌خورده، دعا می‌کرده، ذکر می‌کرده، الله متعال در نظر داشته، لباس می‌پوشیده در نظر داشته، خانه خارج می‌شده در نظر داشته، با خانه برمیگشته در نظر داشته، قبل از خواب در نظر داشته، بعد از خواب در نظر داشته، حمام می‌کرده در نظر داشته، هر تک تک حرکات زندگی رو در نظر داشته. در قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو تمام عبادت‌های من، نماز من، عبادت‌های من، مرگ و زندگی من همه به خاطر الله متعال است. این فذکرونی اذکرکم و اشکروا لی. ادامه آیه الله متعال می‌فرماید فذکرونی اذکرکم، میخواد شما رو یاد کنم، من یاد کنم. هر جا که به در بسته خوردی، هر جا مشکلی در زندگی داری، هر جا گره‌ای هست، رابطه خودت رو با الله متعال بررسی کن. یه جایی میلنگه، یک جایی رابطه تو با الله متعال مشکل داره، ذکر میکن. ذکرهایی که الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، در آیه 45 سوره مبارکه انفال، وقتی با یک گروهی روبرو میشید در میدان جنگ، در میدان نبرد، در مشکلات، سوره انفال سوره است که درباره غزوه بدر آمده است و میدان جنگ و جهاد. حتی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، آیات قبل و آیات بعد این آیه 45 در سوره انفال درباره غزوه بدر است و جنگ بدر است. وقتی که به گروهی روبرو میشید با جنگ، مشکلات، سختی‌ها در زندگی، فثبتوا، یکمی صبر، استقامت، و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، خیلی یاد کنید الله متعال تا باشد که پرهیزگار بشید. الله متعال رو باید یاد بکنید، رابطه باید داشته باشید، باید نصرت بکنید. الله متعال نصرت میکنه. یاد کنید تا الله متعال شما رو یاد بکنه. الله متعال یاد کنید تا نصرت بیاید، تا یاری بیاید، تا در دنیا تا در آخرت الله متعال ما رو یاری میکنه. خودمون رو باید به الله متعال بسپاریم. فذکرونی اذکرکم و اشکروا لی ولا تکفرون، و من الله به عظمت رو شکر گزار باشید. و اشکروا لی ولا تکفرون، شکر من رو به جا بیاورید. ولا تکفرون، کفران نعمت نکنید. شکر نعمت یعنی ذکر نعمت هست، قدردانی از نعمت، ذکر نعمت، بیادآوری نعمت، تصور نعمت و بیاد داشتن نعمت‌هایی که الله متعال به ما داده است، میشه شکر نعمت در لغت. شکر نعمت. مشکوروا لی ولا تکفرون، نقطه مقابل شکر میشه کفر.
نادیده گرفتن، پوشاندن یک شیء، در لغت نادیده پوشید کفر یعنی پوشاندن میشه در لغت. ما کلمه کافر رو برای کشاورز هم استفاده میشه در لغت عرب و داریم که چون میکاره یک شیء رو در داخل زمین و او رو پنهان میکنه. کفر یعنی پنهان کردن، نادیده گرفتن در لغت. و نقطه مقابل شکر است. شکر نعمت و کفر نعمت. شکر نعمت یعنی بیاد داشتن نعمت، به خاطر سپردن نعمت، یادآوری نعمت. کفر نعمت نادیده گرفتن نعمت. شکر نعمت قدرشناسی است. کفر نعمت بی‌قدری است، ناشکری است، نادیده گرفتن است. در جای دیگری الله تعالی می‌فرماید لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر نعمت رو به جای بیاورید من نعمت خودم رو بر شما اضافه می‌کنم. شکر نعمت بزرگترین شکر ذکر نعمت‌های الله تعالی است. ذکر خودش بزرگترین شکر است. شکر در معنای اصطلاحیش عامترش این است که هر نعمتی که الله تعالی به من و شما داده اون نعمت رو در راستای رضایت او استفاده کن. هر نعمتی که الله تعالی به من و شما داده اگر این نعمت رو در راه رضایت الله تعالی استفاده کردیم شکرش رو به جای آوردیم. شکر هر نعمتی از رنگ و جنس خود نعمت است. مثلا کسی نعمتی الله تعالی بود داده از مال، کسی رو خیلی مال داده، ثروت داده. شکر نعمت مال صدقه دادن است. کسی که مال داره صدقه بده و به مساکین، به فقرا و یتام رسیدگی بکنه و هر جایی که نیازی از پولی خرج بشه در راههای خیر خرج بکن. شکر مال صدقه دادن و خرج کردن مال است. شکر قدرت این است که انسان قدرتش رو در راه دفاع از مظلوم، مبارزه با ظالم، گرفتن حق مظلومین، در راه عدالت استفاده بکن. شکر شهرت این است که انسان از شهرت خودش، مکانت خودش، جایگاه خودش برای حل مشکلات دیگران، برای واسطه کردن بین این و آن، در هر راه حل مشکلات دیگران استفاده بکن. شکر علم، کسی که علم داره و مدرکی داره و توانمندی در این موضوع داره، این هست که انسان به دیگران یاد بدهد. شکر علم این است که انسان علم رو به دیگران یاد بدهد، بخل نکنه و این نشه که مثل کسی که مال داره بگه من نمیدم، مال خودم است. علمم بگه خب نه یاد نمیدم. کسی که از شما سوالی پرسید، شما چیزی رو بلد هستید، بهش یاد بدید. بهش بگید، بهش یاد بدید. حتی اگر خانمی مثلا آشپزی بلده، یک آشپزی بلده، هنری بلده، خیاطی بلده، هنری بلده، همسایه‌اش، دوستش میخواد از یاد بگیره، با یاد بده. شکر نعمت از جنس نعمت است. شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است. شکر نعمت هر نعمتی که الله تعالی ما داده. شکر سلامتی اینه که ما سلامتی رو در راه رضایت الله تعالی استفاده کنیم. تندرستی رو در راه گناه، در راه معصیت استفاده نکنیم. مال رو در راه گناه، معصیت استفاده نکنیم. از علم خودمون برای خیانت، برای ضربه زدن به دیگران استفاده نکنیم. از قدرتمون در راه ظلم و ستم و چپاول اموال مردم استفاده نکنیم. این شکر است. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر کفران نعمت بکنید عذاب من زیاد است. شکر نعمت، ناشکری نکنیم. نعمت‌هایی را که الله تعالی ما داده ما اینها رو ذکر بکنیم. الله تعالی می‌فرماید که شما شکر نعمت به جای بیاورید و رسول الله علیه السلام به ما یاد داد که بعد از هر نماز این دعا رو بخوانیم: اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بار الله ما رو نصرت کن، یاری بکن بر ذکر خودت، بر شکر خودت و حسن عبادت و اینکه چطور تو عبادت بکنیم. به ما یاد بده، ما رو یاری کن تا رو ذکر بکنیم، توفیق بده تا تو رو خوب ذکر بکنیم، توفیق بده تو رو شکر بکنیم، توفیق بده تا ما تو رو به خوبی عبادت بکنیم. فاذکرونی اذکرکم مشکورونی ولا تکفرون. بهترین شکر ذکر است. کسانی که ذاکرن انسان‌های شاکری هستند و انسان‌های شاکر انسان‌های ذاکری هستند. ذکر و شکر، ما همیشه باید زبان ما به ذکر مشغول باشد. ذکرهای مختلفی که میتوانیم استفاده بکنیم، از اینها فرصت‌ها استفاده بکنیم. رسول الله فرمودند کسی روزی 100 بار بگه سبحان الله و بحمده، روز قیامت کسی بهتر از او عبادتی به پیش الله تعالی نیاورده است. در حالی که خیلی آسان است گفتن همچین ذکرهای و ذکرهای دیگری که هست. درود بر رسول علیه السلام و رسول الله فرمود که کسی که یک درود بر من بفرستد الله تعالی 10 درود برای او میفرستند و خودمون رو پایبند بکنیم. این ذکرها رو یاد بگیریم. ذکرهای اول روز، ذکرهای اول شب، ذکرهای بعد از نمازها، ذکرهای خارج شدن از خانه، داخل شدن از خانه، ذکرهای مختلف در گوشه و کنار زندگی ما. ذکرهای مختلفی هست که معروف است به اذکاری که در سنت هست. آداب رو یاد بگیریم، ذکرها رو یاد بگیریم، دعاها رو یاد بگیریم، بخوانیم، تلاوت بکنیم قرآن رو و عبادت بکنیم برای متعال تا در زندگی ما برکت بیاید. در ادامه الله برای ما میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة.
ان الله مع الصابرین. این خطاب آیه 153 سوره مبارکه بقره. یا ایها الذین آمنو دومین یا ایها الذین آمنویی است که در قرآن کریم آمده است. از ابتدای سوره بقره این دومی است. دومین خطاب به اهل ایمان. اولین خطاب به اهل ایمان در آیه 103 بود. یا ایها الذین آمنو. 104 یا ایها الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. تفسیر در اون باره صحبت کردیم. آیه اولین خطاب به مؤمنان در قرآن کریم با آنها ادب تعامل با رسول الله علیه السلام و دستورات او رو یاد میداد که شما در برابر رسول الله علیه السلام که رهبر شماست، الگوی شماست، معلم و مقتدای شماست، ادب رو داشته باشید که حتی از استفاده کلماتی که دو پهلو هستند و معنای دیگری هم دارن غیر از معنایی که شما مد نظر شماست، به خاطر اینکه آن معنای دوم که احیانا معنای بدی است برخی سوء استفاده نکنن از آن معنا، شما همون تعبیر رو کلا استفاده نکنید. حتی تعامل استفاده نکنید که بشه از او برداشت بدی کرد، چه برسه که مستقیما اعتراض کنید، چه برسه که شکایت کنید، چه برسه که مخالفت بکنید. اولین یا ایها الذین آمنو در قرآن کریم ادب تعامل با رسول الله علیه السلام رو ما یاد داد. دومین یا ایها الذین آمنو برای ما صحبت از صبر میکنن، صحبت از نیرویی که برای زندگی و تعامل با مشکلات و سختی ها و طبیعت زندگی با نیاز داره. الله منطقه میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان در این دنیا بعد از اینکه این همه امتحان برای ما از اهل کتاب گفت و از مسیحیان گفت و از یهودیان گفت، با توجه به اینکه اونها دشمنی دارند با مسلمانان، با توجه به اینکه این نبرد بوده بین فرزندان شیطان و پیروان شیطان و فرزندان آدم و پیروان پیامبران الهی تا قیامت هم خواهد بود. الله منطقه اینجا ما رو دعوت به صبر و استقامت میکنه در این مسیر. شبیه این تعبیر ما در سوره مبارکه آل عمران آیه 186 داریم که الله منطقه میفهمد لتبلون. آیه قبلش میفهمد کل نفس ذائقة الموت، هر کسی مرگ را میچشد، بعد زندگی و مرگ سرانجام به مرگ میرسد. هر کسی خود را فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز، هر کسی که از آتش دوزخ دور بماند و وارد جنت شود رستگار شده است. و من حیات دنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا جز متاع فریب چیز دیگری نیست، شما را فریب ندهد. اما در همین دنیا ابتلاءات و آزمایش هایی است. لتبلون آیه 186 سوره مبارکه آل عمران، حتما قطعا و یقینا با سه تا تاکید، حتما آزمایش میشه. لتبلون فی اموالکم انفسکم، حتما در مالهایتان و در جانهایتان آزمایش خواهد شد. ولتسمعون و حتما و قطعا و یقینا خواهید شنید من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از اهل کتابی که قبل از شما آمدن، و من الذین اشرکوا، و از کسانی که شرک کردن و مشرک شدن در اون زمان در قریش مکه مکرمه و الان هر کسانی که بالاخره مشرک است از اهل کتاب و از مشرکین. اهل کتاب جز مشرکین هستن، اما به صورت خاص در هنگام نزول آیات قرآن کریم چون کلمه مشرکین بیشتر برای مشرکین مکه استفاده میشد به این خاطر خاص شد و نه آیات دیگر هم دلالت به این داره که اینها هم مشرک هستند. الله متعال فرمود که از اهل کتاب و دیگر مشرکان شما آزار زیادی خواهید دید. ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، آزار بسیاری به شما میرسد. و این تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، اما اگر صبر کنید و تقوای الهی پیشه کنید این برای شما از بزرگترین کارهاست. اینجا الله متعال میفهمد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، استعینوا، استعانت بجویید، استعینوا یاری طلب کنید، به صبر و صلاح، صبر پیشه کنید، با صبر و با نماز خودتون رو مسلح کنید در برابر مشکلات، سختی ها و مسیر زندگی خودتان. صبر در فارسی ما استفاده میکنیم کلمه صبر رو، صبر معنای تحمل است، به معنای تحمل، به معنای سادگی، به معنای مقاومت و صبر. صبر در آیات قرآن کریم بسیار بسیار فراوان ذکر شده است موضوع صبر و الله متعال ما وعده داده که صابران رو بدون حساب و کتاب به جنت خواهد برد. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابران بدون حساب و کتاب وارد جنت خواهند شد. و مفسرین و بزرگان دین صبر را در ایمان
به منزله سر دانستن. یعنی گفتن اگر ایمان رو ما یک جسمی فرض بکنیم، صبر در ایمان سر این جسم است. در هر عبادتی صبر لازم است. صبر یکی از بزرگترین عبادت هاست و یکی از مهمترین صفات یک انسان مسلمان است. صبر رو الله متعال میفهمد که در پایان این آیه ان الله مع الصابرین، الله متعال با صابران است. معیت الله متعال با صابران است، معیت خاص. ما یک معیت عام داریم، همراهی عام، و هو معکم اینما کنتم. الله متعال با شما هر جا که باشید، با علم خود، با قدرت خود. قدرتش همه جا هست، علمش بر همه چیز احاطه دارد، با قدرت خود بر هر چیزی احاطه دارد. و هو معکم اینما کنتم. الله متعال همه چیز را می‌بیند، از همه چیز خبر دارد و با علم خود و با قدرت خود بر همه چیز تسلط و احاطه دارد. یک معیت عموم است برای همه مسلمان کافر. یک معیت خاص است که دلالت بر نصرت، تأیید و یاری می‌کند. اینجا ان الله مع الصابرین یعنی الله متعال صابران رو، کسانی که صبر میکنن، نصرت میکنه، یاری میکنه، رحمت‌های خاص خود رو بر آنها میفرستد. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. اینجا داریم ان الله مع الصابرین و باز الله متعال میفرماید والله یحب الصابرین. الله صابران رو دوست دارد. الله صابران رو دوست دارد. الله صابران رو نصرت، یاری و تاکید میکند. اگر برای صبر هیچ فضیلت دیگری نمی بود، همین که الله متعال میفرماید من معیت خاص من با صابران است، صابران رو نصرت، یاری و تایید میکنم و اونها رو دوست دارم، همینقدر کافی بود. همین که الله متعال فرمود روز قیامت بدون حساب کتاب وارد جنت میشوند، همین کافی بود. و صابران، صبر. درباره ایوب علیه السلام الله متعال وقتی صحبت میفرماید که ان وجدناه صابرا، ما ایوب رو صابر یافتیم، نعم العبد، چه بنده خوبی بود. تعریف میکنه الله متعال و دوست داره کسانی رو که صبر میکنن. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. صبر ما در دین انواع مختلف صبر داریم. صبر در یعنی ما چند نوع دسته صبر داریم. صبر بر عبادت ها، انجام عبادت ها سخته، مشکلات داره، سختی ها داره. انسان روزه بگیره در فصل گرما، تشنگی، گرسنگی تحمل بکنه و کار هم بکنه. صبر در عبادت ها، برای نماز خواندن انسان بیدار بشه، نماز صبح در سرما در گرما بیدار بشه، نماز بخونه و به مسجد رفتن، روزی 5 بار نماز خواندن صبر میخواد و تحمل میخواد. عبادت ها نیاز به صبر داره. هر عبادتی، شما مثلا مراسم حج رو ببینید، از ابتدا تا انتهاش صبر است و استقامت است و تحمل است. صبر، تربیت نیاز به صبر داره، رشد نیاز به صبر داره، یادگیری علم نیاز به صبر داره، تزکیه نیاز به صبر داره. هر عبادتی رو شما نگاه کنید نیاز به صبر داره. صبر بر عبادت ها، صبر در برابر گناهان و معصیت ها. صبر در برابر گناهان، ما گناهانی رو که شیطان انسان رو وسوسه میکنه، نفس انسان رو وسوسه میکنه که این گناه رو انجام بده، انسان باید صبر بکنه در برابر وسوسه های شیطان و وسوسه های نفس، گناه نکنه. یک فضایی هست پر از گناه هست، فضا، خصوصا فضای امروزی ما، از رسانه‌های اجتماعی بگیرید تا شهرهای بزرگ تا حتی روستاها، متاسفانه الان با این گرفتار شدن و در هر جایی شیطان هست و نفس هست و نیاز به صبر داره. انسان بخواد که عفت خود رو حفظ بکنه، انسان بخواد دین خود رو حفظ بکنه، انسان در برابر گناهان، در برابر شهوت‌ها، حب جاه، حب مال، حب مقام، بخواد خودش رو مدیریت بکنه، به سراغ حرام نرود، به سراغ حلال بره، این نیاز به صبر داره. بعد خودت کنترل بکنه. از یک طرف مشکلات، سختی‌ها، فشارهای زندگی است، از یک طرف دیگه مال حرام است، از یک طرف دیگه شهرت است، از یک طرف دیگه قدرت است. اینا رو بعد انسان باید مدیریت بکنه و صبر کنه. صبر بر عبادت ها، صبر بر معصیت ها و صبر در برابر مصیبت ها که از همه سخت‌تر است. مصیبت ها در زندگی بسیار سخت است، مشکلات می آورد، سختی ها می آورد. مصیبت، زخم، درد، از دست دادن عزیزان، مصیبت هایی که به زندگی انسان وارد می شود بسیار سنگین تر از هم است. صبر در برابر مصیبت ها، در برابر مصیبت ها انسان صبر بکنه، این بسیار نیاز به توفیق می خواهد. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. در راه مبارزه با مشکلات، سختی ها، در راه زندگی خودتان صبور باشید. در عبادت ها صبور باشید، در پرهیز از گناه ها صبور باشید، در مصیبت ها و غم صبور باشید. الصبر عند الصدمة الاولى. رسول الله علیه السلام فرمود صبر همون لحظه اوله، یک لحظه است. خودت هم کنترل کردی. در مصیبت ها، خصوصا مصیبت هایی که انسان میرسه، خبری که انسان میرسه، همون لحظات اولش. صبر همون لحظه اول است، همون روزهای اول، همون درد، همون غم، قصه انسان
به سر کله خودش نزنه، ناشکری نکنه، کفر نعمت نگوید، شکایت نکنه از الله متعال پیش بندگانش در ابتلایی که است. و این صبر، در صبر شکوه و گلایه نکنه انسان. اینطور نشود که اگر ابتلایی آمد، اگر سختی آمد، اگر مصیبتی آمد، انسان بیاد و شروع بکنه دیگه هر چی از دهنش در اومد بگه، ناشکری بکنه، گلایه الله متعال رو پیش مخلوقات الله متعال ببرد. این که انسان از مخلوقات الله متعال پیش الله متعال شکایت بکنه، این عین صبر است، مخالفتی با صبر ندارد. چون یعقوب علیه السلام به الله متعال میفهمد بعد از اینکه پسرانش، برادران یوسف علیه السلام او رو به چاه انداختن، به دروغ لباس او رو خونین کردن، گفتن گرگ خورده است، آمدن به گریه کنان گفتن گرگ خورده است، یعقوب علیه السلام فرمود که فصبر جمیل، من صبر زیبایی پیشه میکنم، الله المستعان و علی ما تصفون، از الله متعال یاری میجویم برای آنچه که شما میگویید. و باز در همون سوره ما داریم در آیه 86 سوره مالکه یوسف علیه السلام که یعقوب علیه السلام آنجا میفرماید که انما اشکو بثی و حزنی الی الله. بعد از اینکه باز رفتن به بعد از خشکسالی که آمد یوسف علیه السلام عزیز مصر شده بود و بعد از زندان و خشکسالی و بعد که رفتن اونجا برای خود چیزی بیاورن، در سفر دوم که بنیامین برادرشون رو بردن و به حیله یوسف علیه السلام بنیامین رو پیش خود گرفت و برادران یکی ماند و بقیه برگشتن و به یعقوب علیه السلام گفتن که بنیامین رو گرفت پادشاه از پیش ما عزیز مصر و دزدی کرده بود. و یعقوب علیه السلام دیگر درد بیشتر و بیشتر شد. الان یوسف علیه السلام گم شده بود، بنیامین هم ماند، برادر بزرگتر هم مانده، 3 تا پسرش پیشش نبودن. گفت انما اشکو بثی و حزنی الی الله، من شکایه غم و درد خود رو پیش الله متعال میبرم. انسان در مصیبت، از مصیبت ها، از سختی ها، از مشکلات پیش الله متعال شکایت بکنه، این عین عبادت و صبر است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ما در روایات داریم که در سفر طائف وقتی رفت، تلخ‌ترین روز حیات رسول الله علیه و سلم، مادر عایشه میفرماید از رسول الله پرسیدم یا رسول الله آیا روزی تلخ‌تر از احد برای شما پیش آمده است؟ غزوه احد بسیار غزوه تلخی بود برای مسلمانان، 70 نفر شهید و خود رسول الله علیه و سلم چنان زخمی شدند که بیهوش شد در میدان جنگ. و رسول الله علیه و سلم فرمود بله، روز طائف سخت‌ترین روز عمر من بود، آن روزی که من بر فرزندان عبد یالیل داخل شدم و آنها به نادانان و کودکان گفتن مرا بزنند. و میدانید داستان رو که رسول الله علیه و سلم رو سنگباران کردن و سر و پای مبارکشون خون شد. یزید ابن حارثه پسرخوانده ایشون هر چه تلاش کرد تا جلوی سنگ‌ها رو بگیره اما نشد و خود هم زخمی شد. و سرانجام آمدن و یک دعای عجیبی کردن، فرمود که اللهم اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی على الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین و انت ربی الى من تکلونی. این دعای بسیار عجیبی است، دعایی که رسول الله علیه و سلم در طائف فرمود. و این قسمت اولش که فرمود که اللهم اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی، من اشکو الیک، من شکوه ضعف خودم رو و کمبود حیله خودم رو، ضعف حیله خود رو پیش شما میارم. یارم من شکایت میکنم از ضعف خودم پیش شما، ضعف خودم رو پیش شما گله میکنم و اینکه تدبیر من نتیجه نداده پیش شما، از ضعف تدبیر خود گله میکنم. یارم مرا در برابر ضعف تدبیرم و ناتوانی من یاری بکن. اینها نشان از این دارد که انسان در مصیبت ها و غم ها اگر پیش الله متعال گله بکنه، از مخلوقاتش پیش الله گله بکنه، عین صبر است، عین عبادت است، عین ایمان است. اما اگر شکایت الله متعال رو پیش مخلوقاتش برد، این ناشکری است، این کفران نعمت است، این بی‌صبری است. اگر مصیبتی بر انسان پیش بیاد، خدا دیگه من مگه چه گناهی کرده بودم خدا من بچه من رو از من گرفته، مگه من چه گناهی کردم خدا من اینطور آزمایش ابتلا میکنه، مگر نعوذ بالله، این ادبیات طلبکارانه در برابر الله متعالی که حکیم است، رحیم است و ما رو گفته من شما رو آزمایش میکنم. این دنیا محل آزمایش است، محل ابتلاست. بعد در میدان ما بیایم دهن باز بکنیم بر علیه خالق خودمان، ارحم الراحمین، ذات حکیم، ذات علیم، اون ذات پاک، و شکایت بکنیم پیش بندگان، پیش دور و بریا. خدا منو بدبخت بیچاره کرد، خدا منو در به در کرد، خدا منو زد، خدا. نعوذ بالله. شکایت از الله متعال پیش بندگان، این خط سرخ است. صبر. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر داشته باشید، حوصله کنید، تحمل کنید.
نگه دارید، زبانتون رو نگه دارید، خودتون رو کنترل کنید، در مصیبت‌ها کنترل کنید خودتون رو. نشه که هرچی بگید خب بگید من فشار اومده بود سرم، خب 4-5 روز بعدش کم آرام میشن. هنر در این است که همون لحظه مصیبت، لحظه غم انسان کنترل بکنه. ابراهیم جان فرزند نازنین محمد مصطفی علیه السلام، آخرین پسر ایشان، وقتی که از دنیا رحلت کرد 1 سال و 6 ماهش بود. آمدن به محضر رسول علیه السلام که ابراهیم جان فوت کرد. جنازه ابراهیم جان را آوردن، در آغوش رسول علیه السلام است. شما تصور کنید چهره‌ای زیبا، 1 سال و نیم عمرش است، فرزند محمد مصطفی علیه السلام است، زیبایی پدر رو داره و جمال مادر رو داره، ماریه، و ایشون اون زیبایی و اون ماه تابانی که خفته است از دنیا رفته در آغوش محمد مصطفی علیه السلام نگاه کرد. آن کوه صبر و اون اسوه صبر و مقاومت. رسول علیه السلام یک دفعه صحابه در ناباوری گمان نمی کردن که این کوه صبر وقتی بلرزه، اون موقع اون دریای عاطفه او وقتی که به جوش و خروش بیاد، اون موقع این امواج احساسش وقتی به حرکت بیفتن، مرواریدهایی از چشمش خارج میشه، بر ساحل گونه های او همینطور میلغزند و رسول الله صلی الله علیه و سلم اشک میریزه، اشک مبارکش جاری است و نگاه میکرد ابراهیم رضی الله عنه رو، ابراهیم جان رو نگاه میکرد و فرمود که صحابه گفتن که یا رسول الله شما هم گریه میکنی؟ یا رسول الله شما هم اشک میریزیم؟ رسول علیه السلام فرمود که قلب ناراحت میشود و چشم میگرید. یعنی اینا به اختیار ما نیست. اینکه قلب ناراحت بشه، خب قلب به اختیار من تو نیست. اینکه چشم گریه میکنه، خب طبیعیه گریه بکن. شما غم داری، غصه داری، گریه کن. تو دلت میخواد گریه بکن، هر چقدر دوست داری گریه بکن. رسول الله علیه السلام فرمود اشک میریزه، من نمیتونم جلوش رو بگیرم، اما چیزی نخواهم گفت که الله متعال ناراض شود. و این لفراقک یا ابراهیم لمحزونون، ابراهیم جان ما در فراق تو ناراحتیم. رسول الله علیه السلام هم اشک ریخته است، گریه کرده است، اما حرفی نزده که ناراحت بشود. رسول الله متعال کنترل، صبر. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر. صبر، عمل خودتون رو کنترل کنید، مدیریت کنید. در این دنیا مشکلات، سختی‌ها، آدم صبوری باشید، از کوره به در نرید. صبر کنید، تحمل کنید. یک حرفی میشنوید از کوره به در نرید. تا یک چیزی گفته شد، تا یک حرفی زده شد، تا یک چیزی به مزاج شما سازگار نیامد، تا یک صبر، خصوصا انسان در تعاملش با خانواده، در تعاملش با همسرش، رسول الله بهترین شما کسی است که با همسر خود از همه بهتر باشه. و با فرزندان، با دور و بری‌ها، با دوستان، با همکاران. یک حرفی به مزاج ما سازگار نمیاد، یک دفعه از کوره به در میریم، پشیمان میشیم بعدن. خب چه فایده پشیمانی دیگه، کار از کار گذشت. خیلی وقتا احساسات رو مخصوصا انسان وقتی نادیده بگیره و یک حرفی میزنه انسان، بعد این حرف بعد تبعات داره برای ما و مدیریت بکنیم صبر خودمون رو و مدیریت بکنیم رفتار خودمون رو با صبر. خودمون رو عادت بدیم صبر بکنیم. صبر همونطوری که در آغاز سخن گفتم، صبر منزله سر برای ایمان است. اگر ایمان رو یک بدنی فرض بکنیم، صبر میشه کله و سر این بدن. صبر. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. و نماز بخوانید. نماز انسان رو کمک میکنه. صبر کنید و نماز بخوانید. مشکلات پیش اومد، نماز بخوانید. نماز، اون نمازی که با حضور قلب باشه، با فهم باشه، با تدبر باشه، با اظهار عجز و عاجزی در پیشگاه الله متعال باشه، با حضور قلب باشه، با آرامش باشه، با متانت باشه و با لذت بردن از نماز باشه، با یک احساس مناجات و گفتگو با الله متعال باشه. نماز انسان رو وصل میکنه به الله متعال، با خالق آسمان ها و زمین، و نیرو میگیره انسان از نماز. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. دومین خطاب مؤمنان در قرآن، اولی ادب با رسول الله علیه السلام و دین است، دومی آموزش صبر و تعلیم نماز و استعانت از نماز است. کسانی که نماز ندارن صبر ندارن. کسی نماز نمیخونه نمیتونه آدم صابری باشه. استعینوا بالصبر والصلاة. در راه مشکلات و سختی ها کمک بجویید از صبر و کمک بجویید از نماز که ان الله مع الصابرین. الله متعال با صابران است و صابران را دوست دارد. در ادامه الله متعال برای ما از مواردی که نیاز به صبر هست صحبت می‌فرماید. موارد بسیار مهمی رو ذکر می‌فرماید در الله متعال که خصوصا این موارد، بحث جهاد، شهادت و سپس یک قواعد کلی رو الله متعال می‌فرماید
بعد از اینکه ما در آیات گذشته از وسطیت این امت صحبت فرمود در رحمتان و نعمت‌هایی که بود داده از قبله جدید، پیامبر جدید، کتاب جدید، در دومین خطاب به مؤمنان اهل مطال برای ما از همون ابتدا می‌فرماید که صبور باشید. مسیر دین مسیر صبر است و نماز مهمترین رکنی که در دین ذکر می‌شود از عبادت‌ها نماز است. نماز رو محکم بگیرید و دیدیم که در آیات گذشته هم با تعبیر ایمان از نماز یاد شد. ما کان الله لیضیع ایمانکم. صحبت از تغییر قبله و نماز است. و صبر مطال همون ایمان شما رو ضایع نمی‌کند. نماز رو ایمان نامید. و از این رو است که بسیاری از فقها این موضوع رو مطرح کردن که اگر کسی نماز نخواند در طول زندگی به هیچ عنوان کافر است. ولی اینکه بگوید مسلمانم، ولی اینکه کار دیگر رو انجام بده. اما چون نماز نمی‌خواند کافر است. نماز و صبر دو سلاح بزرگ در راه مقاومت و ایستادگی در مسیر زندگی است. در آیات بعد در نمتون برای ما از قوانینی که در دنیا دارد، قوانینی که برای آزمایش دنیا دارد، حقیقت دنیا، فضای دنیا، قوانین حاکم بر دنیا رو در زندگی ما معرفی میکنه که شما اصلا برای چی آمدید، من با شما چگونه تعامل میکنم، شما چه کار باید بکنید. این امتحانی که در دنیا هست، قانون زندگی انسان روی زمین برای چه آمده است و چه کار باید بکنند، راه موفقیت چیست. در آیات بعد در مطالب تفسیر در این باره برای ما صحبت می‌فرماید و همین اکتفا می‌کنیم. در جلسه بعد به همراه شما عزیزان این موضوع رو مطرح خواهیم نمود. تا دیدار دیگر همه شما صبر و معلومتان می‌سپارم. الله یار و نگهدارتان. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.